سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش باشیم. من پویا هستم و امروز شما اولین ولاگ ما در یوتیوب میبینیم. امروز قراره با سلینا خانم عکاسی کنیم و شما هم پشت صحنه و نتیجه عکاسی میبینیم. بریم ببینیم سلینا خانم چیکار میکنه. نشست کنه چیز باشه. آره خوبه. بذار بالا ترش نشست کن که خط قشنگه. اوکیه برام خوش میشه. اول دستم یه ذره گوشه بگیری بگیرم گوشه. آره نه دیگه چیز نکن چون خط انداخته میبینی که خط تازه دوباره خوب مشکش بزنم. آره این وری
چی؟ موجه نچه صورت جون داشته توش خوبه مگه داری خون گریه میکنی سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. به یه ویدیوی دیگه با ما خوش اومدین. امروز توی این ولاگ می‌خوایم بریم عکاسی کنیم با تم هالووین و پلیس خانم و آقای عکاس. تیرش رو بابا، من واقعا شیدی کنم عکس طبیعی در بیاد. تیرا داخل موتره حیف شد. پلیس هم پلیسا قدیمی آنبور. خب آماده ای؟ الان این دستبند پیدا نیست با اون کلاً، دست پیدا. اوکی بزن. مامان میزنم. مامانه بزن. دوست داری پرهیز کنم تو آب؟ خب بریم جست بعدی. در بیارم. جست بعدی جست بعدی میتونم از چیزای دیگه مایه برعکس ندار، بزنم. این برعکس فکر کنم. این تنها حالتی بود که میشد بستشه. خب باش مثلا دست بگیر رو اسلحه، دست بگیر اینجوری رو اسلحه. سلینا دست بگیر رو اسلحه. الان میگیرم. او دستبند بذار باشه فعلا. باشه. آه. من تازه کارم یک مقدار. دوره پرکتیکو میانه. دست به سلاح. آفرین. شغل اصلا که پیدا نیستم. نه خوبه اسلحه. مایسی. خیلی من این جسته خیلی پیلو رو بگیرم. اول اونو برام. این بگی دست خود بعد یک ذره هم پار بدی بالا زاویه رو بچرخون به اون سمت. زیاد نه یه ذره. آفرین. آره این نگاه کنم باید اونوری باشه. نمیشه از این بعد میگه آفرین. برعکس که تیری هم که خورد به صورت رد شد دیده شد. اینوری بگیرم یا اینوری؟ نه همون بگی، اولی بگی. یک کوچولو بگیریم. حالا اون دوباره یه دقیقه بگی. بله. آره به دست تو بگیر به کلا میتونم چیکار کنم دیگه؟ یه چاقوکی هم بشینی اینجوری آهنگ سیخ و سر. کلا این پلیسی که تمام کردیم این میدن روی چیز. علی نصر الله ای قدرت شیشه. جنس خوب بود بخشید اونایی که گرفتم و مصرف کردم خودم. نه بلده جلسه یادش شدم. آفرین آفرین آفرین. نتیجه داد آموزش داد. پلیس حرمت داره نه لذت. نه مامور لاته. امر لات. بیا لات بیا. من الان استوری بگیرم. طبیعیشه دیگه. خیلی معلوم طبیعی. که پلیس قلابی تو. شما به جوره دوباره بده شنید پالتو. مامانش پالتو. نگاه کنی مامانش بود. این چی گرفتم خودتون گرفتی؟ از مرغابیا. چیزی که از مرغابیا چیزی که گفتی آقای احمد رضا. بله دیدی درست گفتم دیدی. بالاخره. عمل زنونه خودت انجام دادی. من نمیدونم راضی نیستی میدونم. نه اوکیه. به درک. خدا هیچ وقت فیلم بردار خوبی نبودم ایره حالا ما یک ولی دوست دارم. از وقتی که گذاشتین معلوم بود. خب
چوکی می بشینی؟ نه جلوتر بگی دستتو. نه جلوی دانکه. آفرین. سرینا بیا نگاه بکن عکس‌ها. و پشماش. ببخشید منظورم این بود که شگفت واو. واو عجبا. عجبا مشرا چقدر شگفت انگیز او مای گادنس اوکی. گادنس. میشه کفشم هم بیفته مثلا تو بعضی از عکس‌ها خب بیا. من بفهمم دوباره لوکیشن عوض کنیم مامور خانم. دوستان برج دوستان نگاه کن وقتی میگم اکتیو رو کن فقط همین قسمته. نه یا پایین. ممنون از توصیه راهنمایی شما خواهش میکنم بیا. خب همونجوری هم وایسا همونجوری. هوا تاریک شد و ولی ما مجهز شاید نیست دوست. فکر کردم به باتری از اینا نیاوردم. نه ما که مجهزیم. آقای فیلم برنامه یخ زدیم دفعه آخر باشی یخ می‌کنی. بچه داره میلرزه دیگه. بچه نلرز بیا. اینا رو خوب بگیریم خب بیا. بابا کلا چیز نداره؟ کش نداره نه خب خوشگله کدوها. چشم معلوم هستن آره آره پایین تر بکش خوبه خب میتونیم باز اونا رو چیز کنیم بردار. با فتوشاپ درست میشه اینم هست بعد چیزایی بگی دست نخوری مدلی چه کدو نسخه هم نکنم خب استاد شد ایستاده شد وایستا نگرم او باش دست تو کلا پاک می‌ذاری بالا بعد اینو می‌گیری دست نزن اونجا هم بگذار خوبه کلا رو هم می‌تونی بگذاری شیطان رژیم میشی تعریف می‌کنی خوبه که من عاشقشم مثلا دادی بر نه این دست داشتن رسیدن چه بگم به خدا رد شد اگه من استاده شد فاصله بین شما این هم باشه حالا پاخازون تا که وسط شما او چیز باشه نه این مدلی از اینجا استاد شد حال طرف ما نگاه کن به سمت دوربین خیره شو خب یه اخمه بخندم نه اخم جدی اخم خب دوباره این همه وسایل به خنده نمیخواد کمی بیا سمت این مدلی خب چشم ازی هم دارم میشه حتی مامار هفت این مردا خیلی زحمت میکشن
چرا مدل صحبت نمیشه؟ ما اینجا داریم حالا من زحمت میگم. میکشیم. بی‌ناموس. چیکار کنم با دستام؟ دستاخ بده بالا همونجوری که می‌خواستی بدی. آره. یه اخم ریز. کله خیلی چیزا گرفتی. سمت من نگاه کن. اینو بغلشون قشنگ نترسی یا فکر و پیشیه این باحال بذار اینوری بگیرم که اینو اینجوری بزنم خون ولی میشه. چرا پشتشو میکنه بدون خجالتیه؟ خجالت نکش. خورشید پشتش بود. خورشید پشتش اومد. جالب بود. گیر بالا. نه اسکلت. اونو بکش اما رضا یک ذره صورتت نور بپوشیده باشه. خوبه. اینجوریه؟ بی زحمت. حال خوبه. نور بیا پایین. اون چیز رو نگرفتم مشکل نداره. ویدیو تو اگه عکسی بگیرم. خریده پوسیده خداوند هم مامانا رو نگه داره. سالم و پول یک ذره بچرخون. یه ذره این نه سمت من خوبه. خوبه. عالی عالی. ای بود از ولاگ امروز. امیدوارم مرسی که دوست داشته باشین. لایک کنین، کامنت کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم که فعلا نزنین. بزنین. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. زنگوله رو هم بزنین. هر ویدیو جدید گذاشتم میبینید.